سردار امورزوقوف معاون سروزیر و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان در نشست سیوم وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونسی خطای پیشنهاد کرد تا جامعه بین المللی مکانیزم و یا معیارهای اعتراف رسمی حکومت نو افغانستان را تهیه کند. به عقیده امورزوقوف اعتراف رسمی امکان می‌دهد که همایش این کشور به پهنای منطقه و جامعه بین المللی را صورت ببخشد. در این باره خدمات مطبوعات وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان خبر داد. سردار امورزوقوف در این نشست همچنین خواستار همکاری بیشتر منطقوی برای پشتیبانی افغانستان در راه مقابله با چالش‌های موجوده، احیای اقتصادی آن کشور، حل مشکلات اجتماعی و عادی ساختن زندگی در آن سوی آمو شد. سردار امورزوقوف در حاشیه نشست تونسی با وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی نیز ملاقات کرده است. ازبکستان از جمله نخستین کشورهای آسیای مرکزی است که به فرق از تاجیکستان تنها مانده بلافاصله بعد غصب قدرت در افغانستان از سوی جنگیان حرکت تندرو طالبان با حاکمان نو این کشور همسایه تماس برقرار کردند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز روز 31 مارت در نشست تونسی خبر داد که مسکو علیه اولین دیپلمات فرستاده جنبش طالبان را ثبت نام کرده است. رهبر اداره سیاست خارجی روسیه همچنین از رژیم نو طالبان ستایش کرد و گفت با وجود کمبود تجربه رهبری، محدودیت‌های مالیوی و اقتصادی و فشار حربی و سیاسی از طرف امریکا و متحدانش، مأموریت نو افغانستان در عموم از عهده در حالت شنا نگاه داشتن کشور برآمده ایستادند. تاجیکستان از انگشت‌شمار کشورهایی است که حاکمان نو افغانستان را قبول ندارد و طلب دارند که آنها باید در حکومت خود با دیگر قوم‌های ساکن افغانستان به ویژه به تاجیک‌های آن کشور باید جایگاه شایسته قائل شوند.